بچه میمونی خونمون برویم بامه چی؟ من خونمون رفتم یه شما همین دومده زندگی میکنی؟ من همین دومده زندگی میکنم تو چی؟ من همین دومده زندگی میکنم بو چند متر؟ 5 متر ده من 5 متر زندگی میکنم چندم کوارتیره ده 27 من 27 در زندگی میکنم بچه درتون چخیله این در خونتون چخیله در خونه ما سفره ایمون سفره چی میکنی خونه مزده؟ تو چی میکنی خونه ما؟ خونه در من زندگی میکنم بچه رقم 27 در سفید خونه ما رقم 27 در سفید خونه شما خونه ما میگم نه خونه ما بچه بگید که اونجا کلام میزنم خونه ما نه ما تیزم من رقم 27 در سفید گرم تخت خونه ما خونه ما چقدر خونه شما توبه کدومه توبه همی او توبه چه 50 گرامی را میزنن و سوز نمیگیرنه سلام علیکم سلام علیکم سوزه کاشرالی سلامتی خوبه چی دیره فکر کرده سرت خام رفتی آقا چه درک نداری چی را همسایه اومایکو اکای سعدی اکای سعدی آه همین سعدی خمون همسایه اینی چون یاپونیا دا چون یاپونیا دا گفتیم بریم یک زیارت کنیم ای خای چون میره در شبی اخی سحر میره اخی مون ایرو بود اخی سیت نه گپ درسته سحر بو کور رفتم در کور خای گپ امروز خای تو با سحر بار کور دا لینی میبرویو بیو من خای کدید میرم بو ما سحر کدی با خوب میشه یا جویا میریم خای همین خیلی کنیم میریم خیلی استودیام اخی خیلی هم بودمونی خالی اینه سه سالگی میداره اکسادیه او اکسادی کیا بیا مبارک شما خدا مبارک همسایه همسایه را دیدم گفت باوری نیومد اینا گفت بچه سلام علیکم سلامتی خوبه سلام علیکم این رفتم اومده رحمان فرزندو خونه همه تی بیا بدونم بشینیم رحمت اگه گپ توری گپ توری من جورا اینم نخواست ده در برو اومدم که همسایه را دیدم اومده سه هم خیلی گفت به حد خرسان شدم گفتم خیلی شید ندیدیم خیلی میریم گفتم میام ببینیم شهر رستکی و میریم جورا یا پیاله چای میخریم با میرن اخی های جان همین یاد دیده که من یاد دولت هست باور که موی شهر داخل ترقام نمیتیم یاد زمان که بعد میشینه خونه تا میشینه بعد یگون جای چیز یاپونیا چه خبره ای همسایه نپرس رئیس بابا نپرس باور که این شهر بدای در حقیقتا شهر کلون هر یک خونه ساختگی بلندیش میگی سپوتنیک زندگی میکنی باور میکنی باشه چرا تمام این شهر گشتم نکی شهر خسرو بدای خسرو خیلی استادی نکیختم دوینیم سال دا بچه ای دوینیم سال مالادیس جورا موترا که وقت نمیگیریم و انا دیگه هم خیلی بگو یاپونیا باور که همسایه جان همین خیلی گشتم این خرساندی این زیباگی رو بی نیکی همسایه جان رئیس بابا یک کارش ایادم نمیرویم چیو خودی میشه ما نفهمونو با نشان بتون مالش زنه ای زنه بابا مرده برای هم پشت خانم بود کوال بیار کوال اون هم پشت خانم در نگاه کن ایرا گفتم فایرود کده همسایه رفتم فایرود کده یا نکده تا بیا بریم چی کنیم دیگه هم چت اینا مرده دادن اگه سوزن تیلی سامت مبارک شما مهمونی نام اومدن شما انا همسایه جان انا رئیس بابا یه بچه یک کوال خدی زدگی تو چی معنی داشت؟ چی معنی داشت؟ انا هم خیلی یاپونسا دست خطی میزنم گوش که معنیز جون ولی هم مغازین چی میریم؟ والنا میریم همون زکاسکارگی خطا همش میخریم فهمیدی؟ استرالنی ماشینا اوتیوک با چی بود؟ پالیسوس با چی بود؟ اکای سعدی سوزی رحمت خوبه خداوند هزار سالات کنه اکا رحمت بهترین آدم اکا رحمت اکا جان با چی بود؟ استرالنی؟ میکرووارنوفکا با چی؟ میکرووارنوفکا نه میکرووارنوفکا نمرو خشمو بگازنه
با تلویزیون نه دخوفکا تلویزیون ها تلویزیون سلام علیک سوز اکای سادی علیکم السلام خدا زنده باشی اکای سادی سلامت باشه سه سومت کنا خدا رحمت با چی بود هم چیزی که در خدا نمیم چیزا را میخریم وای خیلی کاسترول منتو بزرگا منتو بزرگ با چی بود سلام علیکم علیکم السلام آقای سعدی جان سوزی سلامتیت خوبه میبینیمت کو هم خب وقتم خوش میشه کو خداوند صد سالت کنه دائم هم خیلی درمی کوچه ببینیم تا زنده باشی خرسان شدیم باور کنید رحمت زنده باشی آقا جان خبر ما بگی مال سعدی جان جون دیدم کوچه خونه گم افتریتت نه که همه میگزن حرمتت میکنن نه ما افتریتت نیستم ما یا آدمی عادی پرستوی بچه بگینم بچه ها گذاشتن اکای سعدی زنده باشی اکای سعدی سرسوم شوی اکای سعدی 100 ساله شوی چی باید خیلی گفتن تاگنه برای چی خیلی گفتن آخی ما ای همی مایا قرض دارم زانک او زانک اولا به مرده یه جا بیا که جلو میگردی این این آمده مرده این آمده کدام دو زنده دادی کرتوتا این میگه قشلاق بالا مرده خیلی دختر بده کدیش گپ زدی زنگ زدی ها گفتی تیاره بیا بگی اینا برم من اسب میگیری میره کرتوتا میگیری تیز میری فهمیدی اسب کتی برم مرده از خالی برن نمازی شام شده سه راه دقیقون سگ پاک نگیره تا مال گپ گفتن تا بگی می بیشو گم نداد مال صبر بشه برده میرسه ای بیرده سوال شما مرده تیز بیو مال خب ما همین زنگ حیران میشم اخی حیران میشم اخی همین کورتا روز دکنی نمیشه بگو شب کی میشم برا کی میشم پیشی دوزنده برام پیشی فلانی برام بوتا لامای تینجیه تو ما همین وقتی آخر شما رو اهمیت به تو بختم توخ گاوز نمیگرده یکون تر بیار خطب بخونه او چی دخه ما بخونم اخی ما همین او چتا گفته اسم اخی چو کاره او چی ما برامد برا کجا رفت این همین خشلاخی بولگی پیش یک دوزنده میرم گفت با اسب برو وردم دادم شکی نمازی شام شده تیز برا بیا اخی بو یا اون سگ پاک نگیره تا یا تا ها ما گشنه موندم چی نمونده بچم برام درس خون بوی کن نون بگی بخو رفتم دیدم ندارم نون نداری نه خواهی که نباشه اوچتم نیست بچم این خونه همسایه روپرو برا یا نام بگی بیا اوچت که اومد میبریم میتیم هیچ گم نیم نه من نمیرم خونه همسایه رو پرمون او برای چی نمیره بچم اخی همسایه گری را برای همین قروزا گفتیم بچم اخی برا بگی بیار بخو اوچت که اومد میبرم میت تمام نه من نمیرم خونه همسایه او برای چی نمیره آخی نمو پیش عید قربان خود مونده 1 کیلو گوش خای کرده بود کو خای بعد نمو مرا در کجای بینا میگه که ها سعدی جان فربیک شدی